کسی که نماز شب میخونه بازو گله‌گذاری زیاد نمیکنه. کسی که نماز شب میخونه و هیچگاه در تنگنا و در مشکلات قرار نمیگیره. اگر قرار هم بگیره باز در مقابلش مقاوم، استوار و محکم و با ثبات می باشه. یک روزی عبدالله بن عمر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که ای عبدالله خیلی خوب آدم هستی خب اگر نماز شب را ترک نمیکردی. بعدش عبدالله بن عمر همیشه نماز شب میخونه. او کسایی که یک زمان نماز شب میخواندن الان ترک کردن، اونها خوب مردم بودن خب اگر باز نماز شب را آغاز بکنن. بالاخص به او کسایی که رشته دعوت را به عهده دارن که ما و شما به خاطر دعوت کار میکنیم، اونها نسبت به دیگه مردم اونها مسئولیتشان بیشتر هست که به پیشگاه پروردگار استاد شون و خدای خود را عبادت بکنن. به خاطر اینکه مسیر دعوت برای انسان خودپسندی، خودشفتگی، خود برتری طلبی و خود بزرگپنداری برای انسان خیلی پیدا میشه. به خاطر که انسان خود را کنترل بکنه و در مسیر مقاوم و استوار باشه، این نماز خیلی مهم است. این قبل از اینکه ما به پیشگاه مردم حاضر میشیم، برای مردم حرف از خدا و از ایمان و از باورها میزنیم، ما قبلا باید به این باورها، به این گفته‌هایی که میگیم باید عمل کرده باشیم تا این گفته‌های ما مصداق پیدا بکنه. در غیر صورت انسان نمیتونه با جرأت در مورد یک موضوعی که میخواه صحبت بکنه یا به کسی پیام دین را برسانه و قبلا خودش از الله متعال کمک و استعانت و این قوت را نخواسته باشه که من در این مسیر مقاوم باشم و قوی باشم، امکان پذیر نیست که در مسیر خود قوی باشه. توجه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مورد نماز چقدر بوده؟ شما و حدیث رو شنیدین که پیامبر در یک رکعت نماز خود در نماز شب سوره بقره، سوره آل عمران و سوره نساء را تلاوت کرده. پشتش یک صحابی استاد است، میگه پیامبر نماز میخواد، من پشتش استاد بودم، سوره بقره رو تمام کرد. گفت در سوره بقره 100 آیه را که تلاوت کرد، من گفتم شاید پایین شه و پیامبر به رکوع بره. گفت این سوره را ادامه داد، سوره بقره را که سوره بقره 2.5 جزء قرآن کریم را تشکیل میده. این هم تلاوت کرد پشت سوره آل عمران و ادامهش سوره نساء را هم خواند. این رکعت اول پیامبر هست، در حالی که پیامبر گناههای ما قبل و ما بعدش عفو شده، بخشش شده. اما عایشه صدیقه رضی الله عنها ازش پرسان میکنه عنها که پیامبر تو گناههای ما قبل و ما بعد عفو شده، حالی همه قدر زحمت میکشه. گفت افلا اکون عبدا شکورا، آیا ما بنده شکرگزار پروردگار نباشم؟ هیچگاه این تصمیم در ذهنتان نگذره که این کار سخت است؟ سخت نیست. تو که برای نماز صبح بلند شده میتونی، خیر است از او کرده 20 دقیقه قبل اگر کس بلند شود، نیم ساعت قبل کس بلند شود، میتونه از جمله این مردم باشه، میتونه خود را در صف این مردم بشماره، میتونه پیش از هزارها انسان یا صدها هزار انسان این یک بنده ویژه به پیشگاه پروردگار باشه که مردم خواب است و پیشگاه پروردگار عبادت میکنه و اینم الله متعال میتونه یک بنده ویژه میسازه، یک بنده ویژه. یکی از اسباب دخول بهشت نماز است. عبدالله بن سلام رضی الله عنه میگه ما در مدینه منوره منتظر آمدن پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه، از مکه مکرمه به طرف مدینه ما منتظر بودم. گفت یک روز سر و صدا شد که پیامبر آمده. گفت وقتی که رفتم که چهره پیامبر را دیدم، گفتم این پیامبر این چهره انسان دروغگو نیست. گفت اولین کلماتی که من از پیامبر شنیدم این کلمات بود که افشوا السلام بینکم، اطعموا الطعام، صلوا الارحام و صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. سلام را در بینتان ظاهر بسازن و فقرا و مساکین را اطعموا الطعام، طعام مردم را بدن و صله رحم به جا برن. ادامه گپایش چی میگه؟ و صلوا باللیل والناس نیام، و شما در شب نماز بخونید در حالی که مردم استراحت هستن، خواب هستن. چی میشه؟ تدخلوا الجنة بالسلام، شما در بهشت داخل شین با سلامتی و با امنیت، فراموشتان نشوه. و انسان هایی که عادت تهجد دارن اونها در قبر هم امنیت دارن، در وقت جان کندن هم امنیت دارن و حساب کتابشان هم امی تو به سلامتی میگذره. تدخل الجنة بالسلام معنیش امی افاده میکنه. از همون زمانی که انسان از دنیا میره راحتی و امنیت و سلامتی تضمین شده هست برش، که سلامتی و امنیت و آرامش هم در وقت جان کندن، هم در رفتن به قبر، هم در وقت سوال و جواب، هم در پیشگاه در صحرای محشر به پیشگاه پیامبر و الله متعال استاد شدن، در تمام مواقعش انسان در امنیت می باشه. بهترین روش نماز تهجد چه قسم است؟ رسول ما صلی الله علیه و سلم بیان کرده، این حدیث را بخاری نقل کرده، میگه احب الصلاة الی الله صلاة داوود. بهترین نماز در نزد الله متعال این نمازهای شب هدفش هست صلات داوود علیه السلام هست. گفت صلات داوود چه قسم است؟ نماز داوود چه قسم است؟
علیه السلام مفهوم حدیث این قسم است که داود علیه السلام نصفی از شب را میخوابید، بعدش یک سومی از شب را قیام میکرد و ششم حصه شب را باز میخوابید. گویا شب را به 6 حصه تقسیم کرده، 3 حصهش را خوابیده، 2 حصهش را به نماز استاد شده، ششمین حصهش را باز خوابیده. یعنی به 6 حصه شب را تقسیم کرده که یک حصه از شب را که اخیر شب را قبل از نماز صبح است این را میخوابید تا استراحت و راحت باشه برای ادا کردن نماز صبح. این به او کسایی که اطمینان برای داشته باشن که بعدش برای نماز صبح بلند شده میتونه از این خواب. اگر نمیتونست بلند شده باز خیر است، اما خواب را نکنه، باز بعد از اینکه نماز تهجد خود را ادا کرد استغفار گفت، بعدش منتظر نماز جماعت باشه. این بهترین روش است. ولی بهترین روشی که پیشتر یادآوری کردیم که داود علیه السلام روشش امی بود که 3 حصه خواب، 2 حصه از شب را عبادت پروردگار و یک حصه اخیرش را که نزدیک صبح نماز صبح میشه این را به پیشگاه پروردگار این پس میخوابید و حصه دیگه ایش را به عبادت میگذارند. آیه داود علیه السلام از جمله کسایی هست که الله متعال در قرآن کریم این مورد را بیان میکنه که اعملوا آل داود الشکر و قلیل من عبادی الشکور. ای اهل داود شما شکر خدا را به جای بیارید. وقتی که داود علیه السلام نعمت ها را از جانب پروردگار میبینه که خودشون پیامبر هست و پادشاهی هم در دستش هست، سلیمان علیه السلام هم همین قسم به خانواده دستور دادن که برای خانواده یک تقسیم اوقات ساختن. 2 ساعت از شب را یکی به پا میخیزه و عبادت میکنه، او که خوابید شخص دیگه بلند میشه، او که خوابید شخص دیگه بلند میشه، تا از جمله بنده های شکرگزار الله باشیم. این لحظه در خانه ما نگذره مگر ذکر پروردگار باید باشه. در این صورت ما میتونیم که شکر پروردگار رو به جای بیاریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم برای صحابه گاه اوقات میگفت، میگه ای صحابه ما شما نماز شب را ادا بکنید، فانه دأب الصالحین قبلکم. این روش انسان‌های صالح قبل از شما بوده. این انسان‌های صالح و انسان‌هایی که مسیر خیرخواهی را تعقیب می‌کردن و در مسیر خیرخواهی قدم می‌زدن، انسان‌های صالح بودن. اونها این روششان بود که نماز شب می‌خواندن. این حدیث را شاید شنیده باشین یا نشنیده. این رسول ما صلی الله علیه و سلم می‌فرماید، میگه کسی که قیام شب میکنه و در قیام شب خود 10 آیه تلاوت میکنه از جمله غافلان نیست. حالی یک رکعت که ما مثلا سوره فاتحه را میخوانیم 7 آیه، در ضمنش سوره اخلاص را میخوانیم، فقط به می اندازه حتی یک رکعت، غیر یک رکعت خوانده نمیشه، 2 رکعت که ما نفل میخوانیم خود را از لیست غافلان میکشیم. این به این معنا هست که اگر میره نکنیم این کار را خود در جمله غافلان هستیم. میگه اگر کسی نماز شبش را با 100 آیه میخوانه، این انسان از جمله انسانهای قانتین هستند. قانتین انسانهای فرمانبردار را گفته میشه. در ضمن از اینکه از لیست غافلا خط زده میشه، در لیست انسانهای فرمانبردار نوشته میشه. و اگر کسی 1000 آیه تلاوت میکنه در نماز شب، حفاظ قرآن کریم 1000 آیه تلاوت میکنه، این از جمله انسانهای مقنطرین هستند. مقنطر چه کسی را گفته میشه؟ که سرمایهش به میلیاردها رسیده باشه که اصلا دیگه قابل شمارش نیست. سرمایه آخرتی انسان به میلیاردها رسیده، قابل شمارش دیگه نیست. و کسی که شبانه 1000 آیه، اگر 1000 آیه نمیشه در 100 آیه خود متوقف شویم. اگر اون نمیشه از او کمتر از لیست غافلا خود را بکشه، از لیست غافلا. و این انسان هایی که عادت را داشته باشن در جریان روزم غافل نمی باشن، در جریان روز غفلت نمی ورزن در هیچ کار خود. وقتی که در او حصه شب غفلت می ورزه، حتما در نماز صبح شم یک کمی کوتاهی و کسالت صورت میگیره، یا نماز صبح ازش میگذره، بالاخره در جریان روز در هر کار غفلت. الله متعال هر شب با آسمان دنیا نزول میکنه کما یلیق بشأنه. چه قسم نازل میشه یا پایین میشه به آسمان دنیا و ایره میگه که هل من سائل، آیا کدام سائلی هست کدام مسئله داشته باشه، کدام سوال داشته باشه که من سوالش رو پاسخ بدم، یا چیزی خواست داشته باشه که من خواست رو برش بدم. و هل من مستغفر، آیا انسانی هست که طلب بخشش از گناه بکنه. انسان‌های قوی و انسان‌های قدرتمند، انسان‌های با برنامه، انسان‌های مفید و انسان‌هایی که امید به آخرت دارن و ترس از الله متعال دارن، باز اونها این سوالات پروردگار رو بی پاسخ نمیگذارن. شما با خود فکر بکنید که یک تاجر نزد شما بیه و تو هم در نهایت ضعف و فقر قرار داری، برای تو بگه آیا کدام خواسته ای داری؟ در یک حالتی که کسی نباشه که برای تو بگه کدام خواسته ای داری، ذات قدرتمند و قدرتی و ذات قادر مطلق
در اخیر شب کما یلیق بشأنه در آسمان دنیا پایین میشه برای بنده ها. هر شب همین گپ را میگه تا زمانی که طلوع فجر میشه. هل من سائل، هل من سائل، هل من سائل. آیا کدام سائلی هست که کدام سوال داشته باشه؟ حتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، میگه کسی قصد نماز شب را داشته باشه ولی بلند شده برای نماز شب نتوانه، قصدش داره اما بلند شده نمیتونه، الله متعال به خاطر این نیتش ثوابش برش میده و یه خواب برش صدقه هست. که خوابش میبره یه هم برش تحفه و برش صدقه هست. البته نیتش را داشته باشه، این تو نشه که من فقط نیتش دارم خود تصمیم خوابم دارم در ضمنش. نه خیر، و نیت را الله متعال میفهمه که نیت ما و تو چی است. پس وقتی قدر تأکید در احادیث پیامبر و آیات قرآن کریم باشه، پس معلوم میشه که یک نماز خیلی مهم و یک نماز خیلی با فضیلت و آثار خیلی خوبی را در پی داره. دیگه چیزی که ما رو قوت میبخشه برای بلند شدن به خاطر نماز تهجد یاد مرگ هست و یاد قیامت هست و یاد قبر هست که گاه اوقات این رو یاد داشته باشیم که هر لحظه ممکن هست که ما بمیریم. بیشتر یادآوری کردم کسایی که عادت تهجد دارن باز اونها در امن میباشن در قبر، خانه اونها در امن میباشه، ارتباطات اونها در امن میباشه، تجارت اونها در امن میباشه، در همه امور زندگی خود اونها در امن و سلامتی به سر میبرن، در موفقیت و سرفرازی به سر میبرن. حتی اگر اهل تهجد یا کسایی که تهجد میگذارن بیمار میشن، سنشان به کهنسالی و بلندسالی میرسه، سنشان بزرگ میشه، نمیتونه که اینها برای نماز تهجد بلند شن، اما نمازهای تهجدی که در جوانی ادا کرده الله متعال ثواب اینها را به او میبخشه، چون که ضعف از ناتوانی، یعنی از ضعف خودش نیست، از ضعیفی خودش نیست، به علت ناتوانی جسمی نمیتونه که برای نماز تهجد بلند شه، اما الله متعال ثوابش برش میبخشه. دیگه چیزی که ما را به خاطر بلند شدن به نماز تهجد ما را کمک میرسانه زود خوابیدن هست. در احادیث پیامبر یا در کتاب‌های صحاح سته بالاخص حتی بخاری باب‌های وجود داره به خاطری که شب‌ها را زودتر بخوابین، شب زودتر بخوابین و صبح زودتر بلند شوین. یعنی در این باب وضع شده در این مسئله. گاه اوقات یکی از مهمترین عاملش که اکثریت مردم طور فکر میکنن که شب را تا ساعتهای 12 شب 11 شب طولانی کردن و نخوابیدن این نشانه انسان‌های عصری است. عصری گفته نمیشه که ما عصری هستیم و نان را ناوقت میخوریم. نه خیر، روش درستی است که بعد از نماز شام نان شب یا نان خفتن میگیم این خورده شد و بعدش یک ساعت که چای بعدش استراحت شود. این که هر شب یک خانواده تا ساعت 11 که خیلی حد اقل خیلی کم هست، تا ساعت 11 بیدار میباشن، این خانواده در خواب خود تجدید نظر بکنن. به خاطری که تو انسان ها که هم شکم پر باشه و هم خوابشان کم شده باشه، خود به خود رو تشویق میکنه که نمیتونه بلند شده به خاطر نماز شب. وقتی که خوراکتون ناوقت‌تر باشه، نان خفتن یا نان شب ناوقت باشه ساعت 9، بعدش یک ساعت دیگه تو مصروف چای نوشیدن باشی، یک ساعت دیگه مصروف سریال باشی و بالاخره نهایت آغاز خوابت ساعت 12 و 12 شب باشه، خب اینو من برات میگم که نمیتونه خواندن دیگه. چه برسه به این که خود رو تشویق کنیم که من ساعت رو کوک میکنم، آماده میسازم، اگر بلند شدم خود بلند نمیشه. و دیگه ای که ما را کمک میسازه یا کمک میکنه به خاطر بلند شدن نماز تهجد، آداب خواب رعایت کردن. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از طرف شب که میخوابید با وضو میخوابید، وضو میکرد و با پهلوی راست رو به طرف قبله میخوابید. این چیزها رو رعایت بکنه و در ضمن اذکار شب که در وقت رفتن به بستر خوانده میشه او رو باید خوانده شه، مانند آیت الکرسی، آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، یعنی آخرین آیات سوره بقره، همچون ذکر که در وقت خواب خوانده میشه از پیامبر روایت است بسمک اللهم اموت و احیا، یعنی اذکار خوانده شه و بعدش به طرف قبله خوابیده شه و شکم خیلی پر نباشه، یک طرف ما رو گناه بالای شانه های ما سنگینی بکنه و از یک طرف میده سنگین باشه، از یک طرف شیطان برات بگه. در حدیث پیامبر آمده که بخواب شب دراز هست، بخواب شب دراز هست، بخواب شب دراز هست. بالاخره ساعت 8 صبح یک دفعه باز میگه بلند شو که حالا دیگه وقت کار کردن هست. و دیگه که به خاطر بلند شدن به خاطر نماز تهجد از طرف شب خود را خسته نسازه. گاه اوقات یک مجلسی که می باشه آنقدر از خنده خود را خسته میسازیم، آنقدر از ساعت تیری جوانی خود را خسته میسازیم که بالاخره استراحت و خواب از واسشان نمیشه. کاری چه قسم بخوابن، اما کمپلی که باید بالای خود کشف بکنن لحاف عمو از واسش نمیشه. چه برسه به اینکه باز اینها وضو بگیرن بعدش باز اذکار
شب را بخونی از کار دیگه از واسشون نمیشه. فقط یک دفعه خود رو بیاندازین چشما بسته باشه دیگه، بس همین قدر کفایت میکنه. شب را یعنی از طرف شب خود را خیلی خسته نسازن. اکثریت اوقات اوقات بعضی کسا پرسان میکنن نمازش تهجد چه قسم خوانده میشه. خیلی آسان است. یک دفعه زنگ میزنه که نیتی از چه قسم است، چرت میزنه که من نیت بکنم که نیت کردم بخوانم 2 رکعت نماز تهجد رو آوردم به طرف قبله من خانه کعبه شریفه خاصتا لله تعالی. نیت ما غلط شد، نیت خوش اشتباه شد. باز از سر آغاز میگن نیت این قسم درست است که به زبانم گفته شو مشکل نداره، البته در فقه احناف اما اصل نیت اراده قلبی هست. اراده قلبی در قلبت بگذارن که چی میکنه، یعنی نیت هست. خود شب هست نماز شب میخونه نفل است، همین در دلت میگذره رو به طرف قبله است دیگه طرف خونه است، اما رو در ذهنت میگذرانی در قلبت میگذرانی، همین که اراده کردی همین نیت هست. این نیت گفته میشه. الله اکبر گفته میشه 2 رکعت میخوانی، 4 رکعت میخوانی، 6 رکعت میخوانی یا 8 رکعت فرق نمیکنه، متوجه تواناییت باش. پیامبر 11 رکعت خوانده، 8 تهجد و 3 وتر. و اگر کسی همیشه این توانایی را داشته باشه که برای نماز تهجد بلند شدن میتونه، باز وتر خود را تأخیر بکنه تا وقت طلوع فجر را، یعنی تا قبل از طلوع فجر، قبل از اینکه نماز صبح مشروع میشه، اول 8 رکعت نماز تهجد خود را ادا بکنه، بعدش با 3 رکعت وتر را ادا بکنه. این بهترین روش است. بهترین روش است. اگر کسی 8 رکعت نمیتونه 2 رکعت بخونه. اما قسم مثل که ما نماز سنت صبح یا فرض صبح را میخوانیم، در اوج سنت و فرض در نیت خود میگذارانیم، در اینجا فقط نفل دیگه ضرور نیست که باز تشویش بکنیم که نیت چه قسم میشه و تمام رکعاتش پر خوانده نمیشه، چون نمازهای نوافل سنت ها همیشه پر هست رکعاتش، هم در ضمن سوره فاتحه یک سوره دیگه هم خوانده میشه. بعدش دعا بکنن و در دعای خود میتونه که بعد از نماز هم دعا بکنن، در داخل سجده هم میتونه که دعا بکنن. از این مسائل بود در نماز تهجد. و در نماز تهجد کسایی که در ماحولشون است اذیت نشود، کسایی که در خانه هستن تو نشوه که به خاطر یک نماز تهجد دیگه تمام خانه را بیدار بسازه که حاجی صاحب محترم نماز تهجد میخوانه، نماز تهجد میخوانه. نه خیر. ولی اگر توصیه به خانواده میشه که اونها بر نماز تهجد بلند شون، عادت شبانه ایشان هست، باز مشکل نداره که شوهر خانم خود را از خواب بلند بکنه، که بهترین زوج اینها گفته شده. پیامبر گفته که بهترین زن و شوهر، عجله نکن محمد، بهترین زن و شوهر کسایی هستند که یکی دیگر را برای نماز تهجد برای نماز شب بلند میکنن. اگر بلند نمیشه بالای همدیگه آب میپاشن. کسایی که مجرد هستند از این مسئله مستثنا هستند، اونها مستثنا هستند و کوشش بکنن در اعضای خانواده در دیگه بخش است، بقیه خواهر، برادر یا پدری مسئولیت را انجام بده که بهترین خانواده و خانواده هست که عادت شبانه ایشون باشه. عادت شبانه ایشون و خانواده موفق نیست که تا ساعت 12 شب اینها نان خوردن و قصه اینها تمام نمیشه، او موفق گفته نمیشه. اگرچه در نزد بعضی کسای خانواده عصری میگن، ما عصری نیست. عصری و انسان هایی هستن که شب وقت میخوابن، صبح وقت بلند میشه، هم نماز تهجدشون در جای هست، هم دعایشون سر جایش هست، هم نماز صبحشون منظم هست، بعدش تلاوت جریان داره، اذکار صبح شام خود را اینها بجا میارن. این بهترین خانواده همی است. دیگه تعریف عصری میکنه غیر عصری، بهترین از دید اسلام امی هست، بهترین امیر گفته می